سلام، امیدوارم خوب باشید. امروز اومدیم راجع به تراز صحبت کنیم. این روزا یه خورده صحبت کنکوریا راجع به تراز و نمیدونم پارسال بچه‌های پارسال دارن اضافه میشن به امسال و کار سخت شده و اینا. قبول دارم کار سخت شده، ولی نه اونقدر که ماها مشاورها معلم‌ها شلوغ میکنیم. دارم یه حرفی میزنم که شاید بعضیا خوششون نیاد، اما اتفاقی که هست اینه، ماها یه ذره زیادی شلوغش میکنیم که شما احساس کنید بهمون نیاز دارید که سر ما یه ذره شلوغ شه دیگه. ولی اونقدر اوضاع خراب نیست. هر سال کی تا حالا اوضاع خوب بوده که امسال بخواد خوب باشه؟ من به عنوان کسی که این همه دانش آموز دیدم، همیشه همه میگن ما بدشانس ترین سال بودیم، از سال ما دقیقاً فلان کارو کردن، فلان قانون رو گذاشتن. خود منم تو سال کنکورم میگفتم. خب پس نگران نباشید، هر تغییری که اعمال بشه اشکالی نداره. مهم اینه که تغییر فقط برای شخص تو اتفاق نمیفته، برای همه شرکت کننده ها داره اتفاق میفته. مثل یه ماراتون دو که جادهش خرابه، خب برای همه خرابه. اوکی؟ این تنها نکته مثبتیه که داره. نمیخوام الکی مثبت راجبش صحبت کنیم، ولی تنها نکته مثبتش اینه. حالا میخوایم راجب تراز صحبت کنیم. تراز چیه؟ اصلا میخوام ببینم چجوری رتبه ما در میاد که شما خودت با علم بیشتری استرستون هم کمتر میشه، هرچی آگاهی بیشتر باشه استرستون هم کمتر میشه. بریم ببینیم چیه. نگاه کن، تراز کلا این نمره است. این یه نمره است. یعنی شما نمره میگیری، مثلا تراز رو نمره 7000، نفر بغلیت میگیره 7100، اون رتبهش از تو کمتر میشه. این دیگه مشخصه. اما 7000 چجوری میاد؟ شمایی که 7000 گرفتی و پارسال یه نفر دیگه 7000 گرفته، آیا اینا اینه همه؟ نه، این هم لزوما نیستن. چرا؟ چون نمره تراز چیزی که روش تاثیر داره کاریه که شما روی کاغذ انجام دادی و کاریه که بقیه رو کاغذ، بقیه اون سال شما روی کاغذ انجام دادن. یه مثال بزنم، شما 18 شدی توی امتحانی، نفر اول شدی تو مدرسه، تو کلاس. توی امتحان دیگه 18 شدی، نفر پنجم شدی. کدوم امتحان سخت‌تر بوده؟ طبیعتاً این سخت‌تر بوده، چون 18 نفر اول شده. خب پس شما که 18 آوردی خیلی خفن بوده کارت، ولی اینجا خیلی هم خفن نبوده، یه 18 معمولی بوده. اوکی؟ پس یه نفر بیاد بگه من 18 شدم، تو این امتحانم 18 شدم، نباید بگیم اینا این همه. خب این 18 الان یه باگی داره. اوکی؟ این 18 با این 18 تفاوتش مشخص نیست. 7000 امسال با 7000 پارسال هم تفاوتش مشخص نیست. اما یه باگ دیگه این داره که تراز نداره. چیه؟ این 18 نشون نمیده که شما نفر چندم شدی. این 18 هم نشون نمیده که شما توی این امتحان خاص نفر چندم شدی. این هم نشون نمیده که توی این امتحان خاص نفر چندم شدی. ولی 7000 نشون میده، یک کم نشون میده. 7000 امسال داره من مشاور، من معلم متوجه میشم چیکار کردی. با 7000 پارسال اونم متوجه میشم چیکار کردی. حالا بریم بیشتر در این قضیه. نگاه کن، فرض کن که ادبیات مثلا شما زدی 30% توی امتحان، تو کنکور. ریاضی هم زدی مثلا نمیدونم 40%. خب گفتم تراز میاد کار شما رو با کار بقیه شرکت کننده های اون سال مقایسه میکنه. بقیه شرکت کننده های اون سال چجوری در میاریم؟ با میانگین. میانگین بچه های اون سال خاص تو ادبیات مثلا بوده چندان؟ 25%. خب میانگین ریاضی بوده مثلا 10%. خب حالا پارسال چجوری بوده؟ ببین شما ریاضی 40%، یکی پارسال هم زده 40%. آیا لزوما این هم بوده علم ریاضیتون؟ نه. بستگی به میانگین داره. شمایی که میانگین اطرافیان کنکورت بوده 10%، شما زدی 40%، با پارسالیا که میانگینشون مثلا میانگین بوده 30%. میانگین کل بچه‌ها حدود 30% زدن، اون شخص زده 40%. خیلی کار عجیبی نکرده. ولی شمایی که میانگین 10% بوده خودت زدی 40%، میانگین اطرافیان بوده 10%، خودت زدی 40%، یعنی کار خفنی کردی. اینو تراز میاد بهش توجه میکنه. چجوری توجه میکنه؟ میگه درصد تو منهای میانگین، یعنی اون اختلافی که هرچی این اختلاف بیشتر باشه و اون نمره باید بیشتر باشه. 40 زدی 10 زدن همه، 40 زدی 30 زدن همه، اختلافش 10 خیلی کار عجیبی نکردی. پس این اختلافه برای اون مهمه. تقسیم بر انحراف معیار این 30%، این 10%. یعنی چی؟ پراکندگی این 10%. اینایی که ما داریم میگیم میانگین بچه‌هایی که تو کنکور شرکت کردن 10% بوده.
خب حالا چه پراکندگیش چجوری بوده؟ یکی 100 زده، یکی منفی فلان زده، یا پراکندگی نه کم بوده. پراکندگی، پس این پراکندگی، این انحراف معیار پراکندگی درصدهای همه بچه‌های کنکوری تو اون سال. خیلی خوب، اینو با این خیلی کار نداریم، این خیلی دست ما نیست که بقیه چیز زدن، اینم خیلی دست ما نیست، خیلی بقیه چیز زدن. چیزی که توی این فرمول دست ما این درصد ماست که هر چقدر اختلافش با میانگین بیشتر باشه ما تراز بهتری میگیریم. حالا این عدد میشه، این عدد مثلا میشه 1.6 خب این 1.6 این فرمولش رو می‌نویسم، درصد اطمینان‌های میانگین تقسیم بر انحراف معیار. بچه‌ای که ما رو خوندن میدونن چیه. این عددیه که این عدد 1.6 خب ضرب در یه عدد بزرگ میشه به علاوه یه عدد بزرگ دیگه میشه تراز. مثلا ضرب در چه میدونم 2000 میشه به علاوه 5000 میشه 50000 نه 5000. اوکی، بعد میشه تراز. حالا این عددا بسته به امتحانی که توش داری شرکت میکنی عوض میشه. مثلا قلمچی عددی داره، کنکور سال دوسنتشی عددی داره، گاجی عددی داره، کار نداره. به هر حال این دست ما نیست، اینم دست ما نیست تو امتحان، اینم نیست، فقط اینه، فقط درصد خودته. اوکی، سوال. بعضیا چی میگن که این چون تو مخرجه هرچی کمتر باشه این عدد میره بالاتر. خب انحراف معیار پراکندگی چی رو میسنجه؟ ما گفتیم پراکندگی کل افراد رو میسنجه. چرا؟ به خاطر اینکه این میانگین کل افراده، اینم پراکندگی کل افراده. ولی بعضیا اینو نمیدونن، فکر میکنن که این پراکندگی درصدهای درسای خودته، در صورتی که اینجوری نیست. این پراکندگی مثلا ادبیات رو دیدی میگن سعی کنید ادبیات و ریاضی و عربی و همه رو هول و هوش هم بزنید بالا پایین نشه. فکر میکنن که اینجا تاثیر داره، ولی نداره، تاثیر نداره. سوال. پس ما پراکندگی اصلا برامون مهم نباشه؟ چرا مهم باشه؟ ولی علتش این نیست. جای دیگه است علتش اینه که شما مثلا وقتی ادبیاتو میزنی 50 ریاضی رو میزنی 50 حدوداً وسط قضیه قرار داری. ولی وقتی اینو یهو بزنی 0 اینو بزنی 100 شاید اون سال ریاضی رو همه خوب زده باشن. ببین دقت کن، شاید اون سال همه ریاضی رو زده باشن، میانگین 90 باشه، دارم مثال میزنم، میانگین 90 باشه شما زدی 100، کار عجیبی نکردی. ولی ادبیات یهو همه زدن 50 تو زدی 0. خب این اصلا افتضاحه، منفی میشه. اختلاف 0.50 صورت منفی میشه، افتضاح میشه قضیه. یعنی به خاطر اینکه یه موقع بدشانسی نیاری این حرف درسته که شما یکی رو 100 نزن، یکی رو 0. اوکی؟ همه رو یکی بزنی. منظور این نیست که اینو بیاری پایینا، منظور این پایینا رو بیاری بالا که اختلاف این پراکندگی کم بشه. نکته، پس پراکندگی درصدهای ما این نیست. اوکی؟ علاوه علمی پراکندگی ها تفاوتی نداره، یکی 100 بزنه یکی 0 یا دو تا رو 50 بزنه. از لحاظ علمی تأثیری نداره. فقط برای این میگیم که نکنه شانست اونی که 0 زدی اوضاع تو خیلی خراب کنه. اوکی؟ همین. دیگه چی؟ همین. پیروز باشی.